وقت بخیر. کنفرانس 2020 ژنو فردا به گونه‌ای آنلاین آغاز می شود. در این کنفرانس بر موثریت کمک‌ها در افغانستان، مبارزه با فساد اداری و صلح گفتگو صورت می گیرد. مراسم تحلیف اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری امروز برگزار شد. رئیس جمهور غنی خطاب به اعضای این کمیسیون گفت امتیازات و معاشاتتان خاص نخواهد بود و از افزایش تشکیلات نیز خودداری کنید. عالمان دین زون جنوب جنگ جاری در کشور را حرام دانستند. این عالمان دین ضمن حمایت از گفتگوهای جاری صلح در قطر خواهان برقراری آتشبس دائمی در کشور شدند. یک عروس و داماد در شب عروسیشان از اثر گاز گرفتگی در پکتیا جانهایشان را از دست دادند. مقامات میگویند این واقعه دیشب در کمپ مهاجرین مربوط به شهر گردیز رخ داده است. و پاکستان تیم ملی کرکت افغانستان را دعوت می‌کند. وسیم خان رئیس اجرایی بورد کرکت پاکستان گفته است به زودی برای برگزاری چند مسابقه تیم کرکت ملی افغانستان را دعوت خواهد کرد.